پذیرایی کوچیک تو بازسازی نکن، چون قراره اینا ترند بشه. برای کف سرامیک تیره با ابعاد کوچیکی نزن. سرامیک بزرگ با رنگای روشن فضاتو بزرگتر و دلبازتر نشون میده. همون سرامیکای بزرگ پذیرایی رو ادامه بده تا انتهای بالکن و فضای بالکن رو به پذیراییت اضافه اینطوری هم یه لاندری با فضای ذخیره‌سازی زیاد بهت اضافه میشه، هم کلی نور وارد پذیراییت میشه. رنگ تیره برای دیوارای فضای کوچیک خونه رو کوچیک‌تر نشون میده، پس رنگ دیوارا رو استخونی روشن بزن. برای اینکه سقفت بلندتر به نظر برسه، به جای لوستر بیا یه لاین نوری با باکس ساده داخل سقف کار کن. تیوی بالای سنگ و ماربل شیت هم که هم کلی هزینه داره، هم خیلی قدیمی شده. به جاش بیا یه رنگ روشن ساده به دیوار بزن، پایینش هم یه باکس معلق روی دیوار کار کن. سیم و تجهیزات صوتی رو هم با داکت داخل دیوار مخفی کن. برای دیزاین دیوار روبروی تیوی پنل دیواری با یه کاناپه ساده بزرگ سفارشی بگیر. به جای میزای مستطیل که برای بچه‌ها خطرناکه، یه میز دایره بذار. پریز برق برای میز کنار مبل یادت نره. اول لایک کن، برای ایده‌های بیشتر دکوراسیونی هم بیا تو پیجم. جا کفشی نزن که قراره اینا ترند بشه. جا کفشای قدیمی دیگه کاربردی نیست، چون همیشه اطرافش نامرتبه و کلی کفش همیشه رو زمین ولوه. خم شدن موقع کفش پوشیدن هم که دیگه از اون بدتر. به جاش بیا یه کمد تمام قد بلند از سقف تا کف بزن که قسمت وسطش رو یه نیمکت برای تعویض کفشا بذاری، طبقه پایینش هم کشو برای کلی وسایل، طبقه بالاش هم یه کمد برای وسایلی که کمتر استفاده می‌کنی. دقیقاً چسبیده به اون کمد رو یه کمد دیگه تمام قد نصب کن که ریل چرخان با ظرفیت 100 جفت کفش داشته باشه. قسمت پایینش هم 2 طبقه کشویی بزن برای کفشای دم دستی. حالا بیا انتهای دیوار رو یه کمد باریک تا انتهای سقف نصب کن. طبقه پایینش برای چسب و لوازم بلند، طبقه بالاش هم برای اکسسوری. حالا یه آینه قدی بلند کنارش نصب کن که قبل از بیرون رفتن بتونی خودتو ببینی. اول لایک کن، برای ایده‌های بیشتر دکوراسیونی هم بیا تو پیجم.